ما باید را بفهمیم که ما چگونه یک منزل هستیم برادرای عزیز. ما کی هستیم؟ این کی بودن ما درک بکنیم، ارزش ما بلند میره. هر وقت ما اینو درک نکنیم که ما کی هستیم، ما زندگی ما همونطور ابتدای پایین برادرای رو زندگی می‌کنیم. اشتراک هم سر بحث کردیم با دونستن از این مطلب انسان ارزش بلند میره که ما کی هستیم. حالا شما اینو میفهمید که ما کی هستیم. ما سفیر خدا بر زمین، ما نماینده خدا جل جلاله در این زمین، ما خلیفه خدای متعال در این زمین. عجب خلافت شد. هر کس یک نفر در جای نماینده خود قرار میده، او باید خوبی از او داشته باشه، او باید فرمان از او رو ببره، او باید از او اطاعت بکنه. و پس ما فراموش کردیم ما را کی رای کردن، ما باید از کی اطاعت کنیم، از کی فرمان ببریم و چه کنیم.